به نام خدا. حکایت پسر چوپان پاک. روزی شاه عباس با لباس درویشی در شهر می گشت. غروب شد. شب هرچه گشت جایی برای خوابیدن پیدا کند نتوانست. به او گفتند در سپرسنگی شهر چوپانی است که مهمان میپذیرد. پادشاه به آنجا رفت. چوپان به درویش گفت زنم آب بستن است و نمیتواند از مهمان پذیرایی کند. درویش اصرار کرد و چوپان هم قبول کرد. بعد از شام زن چوپان شروع کرد به آه و ناله. چوپان به درویش گفت زنم در حال زاییدن است و من هم همین یک اتاق را دارم. شاه عباس گفت یک مقدار هیزم به من بده. در ایوان آتش روشن می کنم و می نشینم. چوپان رفت دنبال قابله. زن چوپان یک پسر به دنیا آورد. صبح رمالی آوردند. رمال رمل انداخت و گفت این پسر با دختر شاه عباس عروسی می کند. شاه عباس تصمیم گرفت پسر را بخرد و ببرد و به دست جلاد بسپارد. به چوپان گفت من 20 سال است که فرزندی ندارم. هرچه بخواهی به تو پول می دهم. پسرت را به من بفروش. چوپان مخالفت کرد. زن چوپان گفت ما باز هم بچه دار می شویم. بچه را بفروش. زن چوپان 3 روز به بچه شیر داد. بعد شاه عباس به اندازه 2 برابر وزن بچه لیره به چوپان داد و بچه را به قصر برد. شاه عباس 2 وزیر داشت. یکی کافر و دیگری مسلمان بود. شاه عباس بچه را به وزیر مسلمان داد و گفت ببر و او را بکش. وزیر بچه را برد ولی دلش سوخت و او را در غاری گذاشت. بعد پیراهن بچه را با خون کلاغی که شکار کرده بود خونین کرد و آورد پیش شاه. فردا که شد چوپان گله را به بالای آن کوه برد. به امر خدا بزی مأمور شد که به بچه شیر بدهد. وقتی چوپان گله را برگرداند صاحب بز دید که شیر ندارد و به چوپان اعتراض کرد. روز دوم هم همین طور شد. روز سوم چوپان بز را تعقیب کرد و بچه را دید و او را با خود به خانه آورد. 10 سال گذشت. در این مدت هم چوپان صاحب فرزندی نشد. پس از 15 سال شاه عباس با لباس درویشی به در خانه چوپان رفت. غروب که شد از چوپان پرسید چند فرزند داری؟ چوپان گفت فرزندی ندارم. این پسر را هم در خرابه‌ای پیدا کردم. شاه عباس فهمید که پسر همان است که قرار بود وزیر او را بکشد. نامه‌ای نوشت و به پسر داد که به قصر ببرد. در آن نامه نوشته شده بود که پسر را بکشند. پسر نامه را برداشت و برد نزدیکی‌های قصر کنار نهری خوابید. دختر پادشاه که از حمام برمیگشت پسر را دید و عاشقش شد. دید گوشه نامه ای از جیب او بیرون آمده. نامه را برداشت و خواند و فهمید که پدرش دستور داده او را بکشد. آن را پاره کرد و نامه دیگری نوشت که طلاق دختر را از پسر وزیر بگیرند و برای پسر حامل نامه عقد کنند و رفت. پسر بیدار شد. نامه را به دست وزیر داد. وزیر نامه را خواند. ملایی را خبر کرد. طلاق دختر را از پسر خود گرفت و او را به عقد پسر درآورد و بعد عروس و داماد را با 100 سوار به خانه چوپان بردند. پادشاه وقتی آنها را دید مبهوت ماند و با خود گفت آنچه خدا خواهد همان خواهد شد. دوستان عزیز برای شنیدن داستان‌های بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید.